اثر مرکب نوشته دارن هاردی. یه کتابیه توی حوزه خودیاری و موفقیت که میاد و گام‌های کوچیک و انتخاب‌های کوچیک ولی در ظاهر کم اهمیت توی زندگی رو بررسی میکنه و اون اثری که میتونم بذارم و سعی میکنه بهمون یاد بده با تجربیات خود نویسنده که چطور میتونیم این گام‌های کوچیک یا این عادت‌های کوچیک توی زندگی رو اصلاح کنیم. در واقع نکاتی رو سعی میکنه بهمون یادآوری کنه، یعنی که به گفته خودش ما خودمون از اون آگاه هستیم اما تنها نیاز به یادآوری دارن اونا، و میاد میگه که چطور میتونیم حالا این عادت‌ها رو مدیریت کنیم به این شکل که چطور میتونیم اون عادت‌های بد رو حذف کنیم به چه شکل و عادت‌های مثبت رو چطوری میتونیم ایجاد کنیم و اونها رو حالا ادامه بدیم به طور مستمر، چون خب این ادامه دادن واقعا خیلی مهمه. در ادامه هم رفتارها و عادت‌های افراد رو تو فصل‌های بعدی میاد میگه که اینا چه اثری میذارن و اینا رو بررسی میکنه و اینکه چطور میشه عوامل بیرونی رو کنترل کرد، که این هم به نظرم تو این دوره زمانی که خیلی شلوغه، این برای خود من اینطوریه، خیلی اگه بشه کنترلش کرد خیلی خوبه. اینکه مثلا میگم یه احمدی که یه دوستی بهمون یه پیشنهادی بده بتونیم رد کنیم، یا مثلا اینستاگرام وسوسه‌مون میکنه توی زمانی که حداقل نباید استفاده کنیم و بتونیم از پس این عوامل بیرونی بر بیاییم. توی پایانم سعی میکنه بهمون یاد بده حالا این فرایند رو که بهمون یاد داد چطوری با شتاب بیشتری اینو انجام بدیم. من یه چند قسمت کوتاه هم از برش های این کتاب براتون میخونم و در واقع تموم شد معرفیش و در آخرم اون فهرستش رو براتون بخونم و اینکه حالا چه ترجمه هایی بهتر هستش. میگه که آدمی باش که میتواند بگوید نه، این خوب نیست که بتوانی همیشه با جمعیت همرنگ شوی. فردی غیر معمول باش، فردی خارق العاده. به روابط خودتان نگاهی بیاندازید و مطمئن شوید 3 ساعت را با شخص 3 دقیقه ای نمی گذرانید. این خیلی خوب بود. در زندگیتان آنچه را به دست خواهید آورد که بپذیرید و فکر کنید شایسته آن هستید. نگاه کردن به خودتان به عنوان سخت ترین رقیبتان یکی از بهترین روش های چندین برابر کردن نتایج است. اینو خودم هم متوجهش نشدم. اگر پیشرفتی را که دوست دارید داشته باشید ندارید، اما توانایی آن را در خود حس میکنید، یعنی یه نتیجه خروجی رو که دوست داریم برسیم نداریم ولی خب میدونیم که توانمند هستیم تو اون. تنها به این دلیل است که اهدافتان را به روشنی تعریف نکرده اید و احتمالا خب عملم نکردیم که حالا تو کتاب گفته به درستی. این هم خوب بود. و فهرست مطالبش رو هم براتون بگم: اثر مرکب در عمل، انتخاب‌ها، عادت‌ها، تکانش 95، تأثیرات، شتاب بخشیدن و نتیجه گیری و ضمیمه ها. توی پایانش هم باز چند تا قسمت داره. پرسشنامه ارزیابی، یعنی یه سری پرسشنامه داره که اونم احتمالاً باید کاربردی باشه. بهترین ترجمه مثلا مرکب خیلی ترجمه داره. عرضم به حضور شما که چند تایشو من میگم از انتشاراتش و اینا خوبن. در کل هم ترجمه های خوبی دارن معمولا. نسل نواندیش، نگاه نوین، میلکان خیلی روون ترجمه میکنن. آموخته، کتیبه پارسی و هورمزد یا هورمزد. اینا فکر میکنم ترجمه های خوبی باشن. ممنونم از همراهیتون، تا اپیزود بعدی.